سلام علی رسول الله. برادر ما سوال کردن که یک نصیحت به خواهرها کنید، به خواهرهای مسلمه موحده که امروز زنی دو گیرید میگویند خودشون راضی میشوند، حتی بعضشون خودشون مییابند به شوهرشون زنی دو، و بعد از این دیگر از سبب رشک، از سبب همون چیزا نخواستن یا شوهرشون به گفت دوست داشتن و رشک کردن، این قدر هنرهای نو به نو رو میکنن که گشته با زندگی ویرانی و ناآرامی و عصب خرابی و شب و روز مشکلی و دچار است. میگن که نصیحت بکنید. نصیحت ما همون آیت قرآن است که الله در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله گفت که نکاح کنید ای مردها از زنها 2 تا، 3 تا، 4 تا. اون چیزی که نکاح کنید برای شما همون زنهایی که خوش می آید 2 3 4. اگر عدل کردن نتوانستید، یعنی اگر پوشانیده خورانیدن و همین مسئله به عدل کردن نتوانستید، یکیش برای شما بهتر است. عدل به محبت تعلق ندارد، عدل به علاقه جنسی تعلق ندارد. علاقه جنسی یا محبت این چیزی که الله به کدومی زن خواهد به شما میده. شیلی که خودی پیامبر گفتن ای الله اون چیزی که تو به ما امر کرده بودی که عدل کن عدل کردیم، اما اون چیزی که در قلبهای ما است ما نه خودمو اراده کردیم دیگر کرده نمیتوانیم، الله این در دست است. دوست داشتنی بعضی از زنها. پس بارک الله فیکم. عدل یعنی خورانیدن، پوشانیدن. علما میگن مسکن، مشرب، یعنی جای خوب و خورانیدن و پوشانیدن. ای زنهایی که شما ایمان به قرآن دارید، ایمان به سنت دارید، ایمان به دین دارید، ایمان به الله رسول دارید، همون الله شما، همون کلام الله که قرآن است، انا همین گفته است که 2 تا 3 تا 4 تا زن. شوهرت اگر مبلغ داشته باشد، شوهرت شرایط داشته باشد، شوهرت اگر قدرت داشته باشد، اگر زن گیرد ضد این نبرو، تو حق نداری ضد این برآمدن. بله افسوس که امروز همه در دموکرات زندگی میکنند کی چی کار خواهد کرده است، کدوم کفر خواهد که خواهد اجازت میده. اگر کشوری مسلمانی باشد، تو زن اگر هم خیلی بی ادبی کنی به نزد قاضی شریعتی شوهر در و دوگاتی نمیز زن من مثلا زیاد میتونم قاضی تو را ادبت میته، تو را جزا میته. ای خواهر مسلمان، ای موحده، اگر این آذری مشرک، آذریه که مشرک برادر میگه یک آیت انکار کرده باشد که الله مشرک گفت، آذری اومد و قبول نکرد، کافر شد. صوفی الله در بالا بودنش قبول نکرد و کافر شد. حزبی حکم الله قبول نکرد، آیت های کافر شد. تو چیه کدوم آیت قبول نکرده شدی؟ تو آیتی که به نفس خودت معقول نیست، چی دویم زندگی و سوم زندگی قبول نکرده شدی. بعدش میگه که نه من اینو قبول میکنم، شوهرم به نمیخوام. تو چی حق داری؟ تو به کی حق داری که شوهر برای تو مگر یگان کوکله هست؟ شوهر باید در زیر اطاعت تو کار بکنه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که امروز میگه بسیار مردهایی هست که یکتا پرست است، موحد است، لیکن در گرد شوهر خودش طواف میکنه، در گرد زن خودش طواف میکنه، یعنی همه گفته زن که کار میکنه. امروز بسیار موحده ها رو میدونیم که شوهر خودش یعنی خیلی مجبور کرده، غلام کرده، مجبور کرده در گرد خودش طواف میکنن. وای بود بر حال این خیلی زن مسلمانی که شوهر خودش خور و ذلیل کرده، شوهر خودش گرد خودش طواف میکنن. حال زن دویم گرفتن یک طرف است،
خبر درباره زنی دو گاو زند مرد کوکله شده است. این شوهر نه، این کوکله، این زن، این کوکله که تیکای خود چخیل خود بوزی میکنه. از الله ترس. نومی بعد این زنها با طالب علم است، نومی بعد این زنها 10 سال 20 سال سعودی ده گشتگی است، بعضش نومی بعدش این است و آن است. صدقه انسانیت شوین. از الله شرم نمیدارید که شما به دین الله چقدر دارید معامله های سخت میکنید؟ مگر نمیبینی که زنها از مردها زیادتر است؟ مگر نمیبینی که چقدر زنهای بیوه بیچاره مسلمان چیزی خوردن ندارد، جای زندگی کردن ندارد؟ چقدر زنهایی که پدر و مادرش یاردن به او کرده نمیتونه، جای خوب ندارد. آخر یک مرد مسلمان یک زنی بیگانه به چخیل کمک کنه؟ چخیل یک زنی بیگانه به رفته هر روز یاردن کردن گیری و به خونه کرتی، این عاقبتش به زنا میبرد. زنا کار میشد انسان عاقبتش. زنی بیگانه به این خیلی یاردن کردن تو این درجه درست نیست که قطعی و بیملال صحبت کنی و بیملال پول روی کنی و کتی بیملال صحبت کنی و به خونه گیرون که یک جا برده یاردن کرده برده آوردن گیری. عاقبت همین چی میشد؟ عاقبت شیطان میدراید، همون زنی بیچاره کتی زنا میکنه، شوهر از زناکار میشه. الله طبیعت مرد همین خیلی آفریده است که یک زن کتی زندگی کنه، دویم زن کتی زندگی کرده میخواد، سوم زن کتی میخواد. چی به الله همین خیلی آفریده؟ اینا الله میدونه. تو اگر نمونی این زن، این مرد رود زنا کنه، این مرد رود یک زن کتی یاردن کنه و بخوار وای زنم اینم زناکار شود، از الله شر نمیدارین شما؟ از الله شر نمیدارین؟ نمیترسین که چقدر خواهرهای مسلمان خور زور تنها بی شوهر بی فرزند در کوچه گشتن؟ چقدر زنهای مسلمه، چقدر خواهرهای مسلمه گریه میکنند شب روز که ای کاش یک فرزنددار میشدم. فرزند ندارم. از دست تو بر این خواهرهای بخیله. از الله ترس. خونه داری، جو داری، خورد و خوراک داری، شرایطات خوبه، فرزند داری، همون یک خواهری دیگر به یک شوهرت کمی یاردن کنه؟ این خیلی رشک بود است که توحید آموزی هم نابود نمیشد. خیلی رشک بود است که توحید آموزی هم نابود نمیشد. از الله شرم دارین خواهرای عزیز. لیکن ما همه سخن به خواهرها نمیگیم، همه سخن به خواهرها نمیگیم، ما به برادرها هم میگیم. و این چنین بعضی بنام مسلمان و موحدی که امروز یک خواهر مسلمان میگیرد، بعد از 2 ماه آبری میبرد دیگر میگیرد. از الله ترس. به زندگی زنها بازی نکن، به زندگی خواهرها بازی نکن، به زندگی مسلمان ها بازی نکن. زن بیچاره نکن، زن شرمنده نکن. یک دختری مسلمان گرفته، 1 ماه 2 ماه قطعش علاقه جنسی کرده برآورده پرتافته، این دختری مسلمان به مانند یک متریال استفاده نکن. ای نامرد، تو مرد نیستی. اگر مرد میبودی این کارو نمیکردی. از الله شرم دار. خواهر مسلمان این امانت به من شما هست. ای مردم، خواهر مسلمان یک خواهر محجبه، یک پاکدامنه، به احساساتش به این زندگیش بازی نکنید. اگر میگرفتگی باشید مردانه وار گیرید. میگرفتگی باشید اول مبلغتون خوب کنید، اول شرایطتون خوب کنید. همین الله که 2 تا 3 تا 4 تا گرفتن جایز گفت، بعد از این بذیب کرده گفت که اگر عدل کرده نتوانی، اگر دونی که 2 ماه زندگی میکنی بعد از 2 ماه جوابش میتی، اگر دونی که تو فقط این که استفاده میبری و اینا با اذیت میتی، یکتیش برای تو بهتر است. بله امروز بعضی از مردها لایق یک زن هم نیست. باور کنید، باور کنید اگر بعضی برادرهای ما لایق یک زن نیست، یک زن که زندگی کرده نمیتواند. همه ما کمبودی داریم. یک زن که تربیه کرده نمیتواند، یک زن به نصیحت کرده نمیتواند، یک زن به دین آموزونده نمیتواند، احترام کرده نمیتواند، فرزندش به اهمیت نمیدهد. وای یک زن پرتافته از بحر یک زن برآمده رفته دویم زن میگیره، فقط برای کیفیت خودش، لذت خودش، شهوت بازی خودش. نامعقول کرده. این خیل زنگیری را ما جایز نمیگی، این خیل زنبازی را ما درست نمیگی. تو زن خودت تگی پا کردی، خواهر مسلمان تو تگی پا کردی، زن خودت که درست معامله نمیکنی، رفتی دیگر زن گرفتی،
بعد از 2 ماه بعد زنت هم جواب میتی میری دیگه سیومش میگیری. این منهج صوفی های خبیث است. این زنبوز های شهوت زده های مرض است. کی خواهد که خواهد میگیرد زنی خودش پرتسته برفتگی اگه جوبه. مرد مسلمان موحد این زن نمیگیرد. زنگیری به خودش قاعده قانون دارد. تو زن پیش از گرفتن اول زن یکمته معامله کن. اول زن اولته خونه جوش مهیا کن و معلوم کن. اول فرزندات تربیه کردنش فکر و اندیشه کن. اول سر لباس زنت سر لباس فرزندت جابجا کن. اول شرایط دار کن. بعد از این رب یک خواهر مسلمان به خاطر دین خودت، به خاطر پس شدن شهوت خودت، به خاطر انمو دین خواهرت به نیت خود گیر صبر کن. دوبار غلغله شود جواب داده تگی پو کرده نفر. از الله شرم دار، از الله شرم داره برادر مسلمان. امروز ما چقدر از خواهرها شکایت میشنویم، چقدر خواهرهای بیچاره امروز زن دو میشوند، زیر پا میشوند. امروز زن دو میشوند، هیچ کس حق و حقوق اینها را نمیپرسدن، پایمال میشود حق و حقوق اینها. این خیلی نمیشود. یک زن میدوند که وقتی که زن دو میشود و بعد از زن دو شدنش وقتی که جواب میتی چقدر روح افسرده میشود، چقدر روح افسرده میشود. این زن بیچاره عرف عادت تاجیکو خیلی بد است. عرف عادت تاجیکو خیلی سخت است. در باب زن، در معامله با زن عرف عادت ما، عرف عادت یعنی اتئیستی کمونیستو ما به کمتر گذشته است. زنها که خیلی معامله های پست میکنیم ما. خب یک زن پدرش اهمیت نمیده، همون پرتوفته موندگی است. نیم زایدی زنهای تاجیک پدرش پروا نداره، یک زن برادرش پروا نداره، یک زن هیچ کس پروا نداره. و زن بیچاره رو وقتی که تو زن کرده میگیری با جواب بکی و گیجا میره، پیش کی میره؟ از الله شر نمیداره. بعضش همین زن دو میگه، باور میکرد بعد از 1 ماه میبینید زن دو را جواب داده. بله گیر، زن دو گرفتن بهترین عمل است. این دین الله است. این انکار کردگی کافر است. لیکن زن دو را بازی فکر نکن. زن دو به خودش مشقت داره، وزنی داره. حضور تو خودت، تو بیچاره خودت نگاه کردن نتوانستی شدی، خودت تنها یک تا زن 4 تا فرزند کتی شکو نگاه میکنی، شکو را به عدل میکنی. بعد از این دویم زن گیری چخل میشد بود. همین باید شرایط داشته باشی. این زن دو مسخره نه، این زنها مسخره نه. یگون حیوانه که گیری جواب چی دیگری جواب چی نه. صبر لازم است، تحمل لازم است. زن گرفته فقط خوراندن پوشوندن نه. دینی زن به کی اهمیت میده؟ زن کی نصیحت میکنه؟ احتیاط باشید برادر عزیزم. از شما هم کمبودی زیاد است. از زن شما اگر کمبودی رشک باشد، از بعضی برادرای ما هم کمبودی زیاد است. یعنی مقصدی بنده چیه؟ هم از مردها هم از زنها مشکلی است. برای مشکلی دور کردن ما به زنها هم نصیحت کردیم، به مردها هم. خوب معامله کنید، خوب معامله کنید. اما مسئله دیگر، مسئله تربیت کودک، تربیت فرزندها. فرزندها از همه میوه قیمت بهاترین مسلمان ها در این دنیا است. فرزند این خون پدر است. فرزند این یک خورسندی پدر و مادر است. فرزند این زینت دنیا، این زیب دنیا است. فرزند این همون نعمت است که الله به کسی خواهد میدهد. یهب لمن یشاء اناثا. الله به کسی خواهد دختر میدهد و یهب لمن یشاء ذکور. به کسی خواهد مرد میدهد، فرزندهای پسر میدهد. و یجعل من یشاء عقیما. و البته که در بعد از این میگه الله به کسی خواهد هم دختر و هم پسر میده. و بعد از این میگه که کی خواهد الله عقیم میکنه، یعنی کی خواهد الله بی فرزند میکنه. فرزند دادن و فرزند ندادن، دختر دادن یا دختر ندادن، یا بی فرزند شدن، این همیش در دست الله است. از وحدانیت ربوبیت الله است. همین فرزند دختر و پسر شدنش، فرزنددار شدن تو بی فرزند موندن است، این از ربوبیت الله، از توحید ربوبیت الله است.
یعنی یگانه الله همین کار میکنه، یگانه الله همین کار انجام میده. هیچ کس بغیر از الله این چیز به وجود آمدنش یا نابود شدنش و یگان ذره قدرت توانایی ندارد و به الله هیچ کسی شریک نیست. برای همین هر کسی به خاطر فرزند میرود و از بی فرزندی پیش ساحر میرود و فرزند ندارم کمک کنید میگه، جین ها و از طلب جین و از ساحر کافر مشرک میشه. چرا؟ برای اینکه مشرک در ربوبیت الله شد. هر کسی میرد قبر طلب میکرد فرزند، مشرک هم در ربوبیت الله هم در الوهیت شد، مشرک شد. یک چیزی رو طلب کرد از غیر الله که بجز الله هیچ کسی قادر نیست. اما به بعضی انسان ها الله سبحانه و تعالی رحم کرده، فضلش ارزانی داشته، ده ها فرزند داده، هم دختر هم پسر داده. این نعمت الله است. این نعمت بزرگترین الله است که الله به تو دختر و پسر داد. اما الله به تو دختر و پسر داد معناش نیست که تو اینها را به مانند چهارپا حیده و سرپی ایمون. نه، اینها را تربیه کن. آینده اینها به تربیه تو تعلق داره. اینها را تربیه کن. تربیه کردن امروزه تربیه‌گران، امروزه پدر و مادران در بالای فرزندشان به دو قسم تقسیم است. مسلمان ها را در نظر دارید. امروزه مسلمان ها، پدر و مادرهای مسلمان موحدین در بالای فرزندشان تربیهشان به دو نمود است. یک نمود از مسلمان ها شب و روز فرزندشان عالم شدنش میخواهند، مشهور شدنش میخواهند، لیکن در جانب دنیا، فقط جانب دنیا. تو دکتر میشی، این خیلی شب اون خیلی شب. حتی بعضی از برادرهای خیلی خوب ما فکر میکردیم بودن که همه به نصیحت میکردن فرزندهای را، دخترت باید مسلمان کنی، این کنی اون کنی، گفته فرزنداشون برده نه تو این خیلی نماز و نیاز نه، فقط همین دختری را مکتب 5 کتی خون، مکتب میونه 5 کتی خون، فقط مکتب 5 کتی میخونی، گفته بعد از این یونیورسیته ها به دختراشون برده مونده، دکتر کرده، حقوق شناس کرده، اختلاط مردای کافر با آمیخته کرده، در رسه و در اینجا پروا نداره. با این پدر و با این مادر خودشون موحد مسلمان پیش صف مسلمان ها میدونن، نامعقول کرده. انا این خیانت به فرزندش کرد، خیانت به امت اسلام کرد، خیانت به دینش کرد، در عهد پیمانش نیستاد، از امتحان الله نگذشت. بله فرزندت آموزون از این دنیایی که امروز هست، از دنیا آموزون. بله دخترها به ترتیب تازگی، ترتیب نظام خانداری، رفتن، چیدن، شستن و بعد از این عصبی همین مردو مثلا بسیاریش که عصبش زودتر مشکلی دارد در این روزها، آرامی، مهربانی را، اوقات پختن به نمودهایش، دوزندگی را، بله یک مقدمه های کمتر اکول کردن دختری را به واسطه مسلمان ها تعلیم بده، آداب و اخلاق، یک مهربانی، گوش کردن و آرام، زیبا، پس گاز دادن تعلیم بده. بله به دختر تعلیم بده. بله به دختر تعلیم بده که ناترس باشد، جسور باشد، همیشه سربلند باشد، از دنیا دور، حق خودش گرفته نتوانسته در زیر پای مردم نگردد. بله تعلیم بده، اما از دینشم چیزهایی که آموختنش فرض عین است، چیزهایی که ناآموزد کفر می شود تعلیم بده، به مانند اصول دین تعلیم بده. ای مردم فرزنداتون به اولین چیزی که شما تعلیمات اصول دین است. دومین نمود پدر و مادرهایی که اینها دومین نمود پدر و مادر هستند، پدر و مادر موحد و مسلمانی که شب و روز در جانب دین فرزندهای خود فکر میکنند، مشغولند، حرکت میکنند. الله شما را پدر و مادرها رحم کند، شما را حفظ کند، شما به احسن ما میبین، زیرا که اگر دین فرزندت حفظ شد دنیاش هم حفظ میشه. برای چی؟ دین فرزند حفظ شد از زنا حفظ میشه، دین فرزندت حفظ شد از نرکه حفظ میشه، دین فرزندت حفظ شد از عرق نوشی و از دزدی و آدم کشی حفظ میشه، دین فرزندت حفظ شد و بدین شد از کارهای حرام، بد اخلاقی، از دوستهای بد دور میشه. همین دین، آموزانیدن دین، همین هم آموزانیدن دنیا هست، هم سعادتمندی دنیا و آخرت هست. لیکن امروزه ریالیست ها
کسایی که آخرت به ایمان ندارند به نام مسلمانند و آخرت به حال ایمان نآوردند. اینها فقط همین دنیا به دو چشم میبینند، فقط دنیا به چشم زدن. اینها نفهمیدن دینه که این دین این حیات است، این دین تربیه است، این دین قسم به الله ترتیب نظام همین دنیا و هم آخرت است. کسی که دین فقط آخرت بر رفت میشه یک این کافر بدین است. کسی که دین میگه که فقط به آخرت رفت برد یک احمق است و جاهل است. بلکه دین من شما این حیات است. حیات همین حیات بالکل حیات از دو طبقه وابسته داره، حیات این دنیا و حیات آخرت. همین دین، همین قرآن، همین سنت، همین منهج سلف، همین دنیا و آخرتت هر دوش خوب میکنه. چقدر فرزندت دین آموزانی همون قدر عالم در دنیا میشه. چقدر دین آموزانی همون قدر دانا، به فهم، به عقل، به ادب، مهربان، انشاءالله زود فهم، یکی از بزرگترین آدم های دنیوی هم در دنیا و هم در آخرت. همین دین است که فرزند تو را قائد میکنه. قائد یعنی حضور بعضی ها گنرال میگن، یعنی امیر، سردار، پادشاه میکنه. همین دین فرزند تو بس عزت سربلندی میکنه، غلامی را از وی دور میکنه. همین دین تاجر میکنه. پیامبر چقدر صحابه ها را به تجارت امر کردن. یگان طالب علم، یگان موحد رو ما ندیدیم مگر اینکه همش فکر تجارت دارد، همش به عقل مردم است. همین دین فرزند تو را از دزدی، از بی‌ادبی، از احمقی، از پدر و مادر کشی، از نرک کشی و خودکشی نگاه می‌داره. همین نیست مگر دنیا به همین دو سه چیز کامل نمیشه. و دنیای ما به چی چیز کامل میشه؟ به عقل باشی، به ادب باشی، یک انسانی به فراست باشی و به آداب باشی و بعد از این از کارهای بد بدگوی دور باشی، احترام مردم جا بیاد. همین چیزها که دنیای تو خوب میشه، همین چیز به تو دین میآموزه. و همین دین الله ترس میکنه، اطاعت الله هم که به جا میبرد عاقبتش جنت میشه. پس فرزندهایتان را به دین تربیت کنید. 11 سال مکتب خونده، بعد از این یونیورسیته خونده، بعد از این فرزند من عالم دنیا هست، فرزند تو هیچ نیست، یک ملای بی عقل است، گوید شما یک جاهل احمق هستید. همین اتئیست کمونیست ها انمی خیلی فکرها، اندیشه ها را ما به دو رفت. لینین لعنت الله علیه، انمی اندیشه های لینین است، مارکس و لینین و است. در وقتی کمونیست ها فرزندهای نغزش عقل دارش، سلامتیش خوبه، میگه که این ملیسه میشه، این کالخوز به رئیس میشه، این پختچی میشه، این شل بی چشم بی عقلی یگون کسلیشه، میگه که این ملا میشه. فهمیدید تو کدوم درجه را اینا کرد؟ برعکس همین فرزندت باید ملا شد. ملا شدن، ملا گفتن این یگون طعنه نیست، این یگون گپی احمقی هم نیست. ملا یک میستر است. ملا یک آدمی همه مسئله را میفهمیدگی آدم است. بله نام ملا را، لقب ملاگی را، عنوان ملاگی را صوفی ها، اشعری ها بالاش ویران کردن، نام شرمنده کردن این طاغوت پرستا. این ملاهای حاضره تک تک پای ملیسه ها، تک تک پای این طاغوتچه ها شده، خودشون رسوا کردن، نام ملای شرمنده کردن. لیکن این ملا یک آدمی با آبرو، با دین، با فهم، سربلند، عزتمند، آدمی که اندک مندک آدم سرخم نمیکرده یه آدم است. برای همین فرزند خود به دین تربیت کنید. چگونه تربیت کنید؟ ای پدر، ای مادر، فرزندت شینو، بسم الله شینو، رو برو بشینو. اول یک ضیافت نقض کردش که میشه سیر کن، نقض کرده بذیب کرده گو که بسم الله و الحمدلله. فرزندهای عزیزی من، شما فرزندی من است، شما جیگری من است، من شما را دوست میدم، به خاطر شما شب و روز حرکت میکنم. لیکن دانید که الله باید شما عبادت کنید. شما دانید که ما همین دنیا به خاطر یک چیز خلق شدیم، به خاطر موحد شدن. این دنیا به خاطر توحید است،
توحید یگانه الله عبادت کردن است. انا این قبر پرستی این شرک است. گو یک روز زمین گو دویم روز گو که بسم الله توحید چیست؟ یگانه عبادت کردن الله، یعنی نماز الله بکن، حکم الله است. انا این مشرک است. سوم روز خیلی گو کلمه لا اله الا الله بشده زمین و آسمان الله خلق کرد. آسمان زمین و آسمان الله نور پیامبر بشته خلق نکرد. این زمین و آسمان الله بیهوده خلق نکرد. من تو را بیهوده حیوان گل حرکتی برابر نکرد. من تو از این حیوان ها بلندتره. من تو مقصد آفرید شدن ما به خاطر لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی اینکه همین لا اله الا الله ما باید معناش فهمیم، رکناش فهمیم، شرطاش فهمیم، همین به عمل کنیم. یک روز زمین فضیلت های لا اله الا الله. لا اله الا الله کلید جنت. نفهمی جنت نمیری. آخر گو همین پیامبر لا اله الا الله دعوت میکردن. گو یک روز، دو روز شد، سوم روز خیز بزیب کرده گو پیش از خوابش بعد از خوابش بوغنده بزیب کرده گو که لا اله الا الله معناش نیست معبودی برحق بجز الله. معبود یعنی یک چیزی که عبادت میشد. مثال بیار، یک تا سنگ برافته سجده کنیم، سنگ عبادت کردی، همین حرام. سنگ نه الله کن. صوفی را مثال بیار، حزبی را مثال بیار، فهمونو خیز. یک روز خیز لا اله الا الله شرط شفا که همین لا اله الا الله شرط دارد. شرط زبان روسی کتی اسلوب توجیه کتی هم شرط های، عربی کتی هم شرط های. شرط همین که اگر من نکنی 100 بار 1000 بار لا اله الا الله مسلمان نمیشی. علم است یکمیش. علم همین که تو باید فهمی که کفر به طاغوت چی است، براءت چی است، ایمان به الله چی است، مبالا چی است، چه الله به ایمان میبرید، الله کجا و الله چه صفات دارد، نام ها دارد، الله چی به ما را خلق کرد، پیش از ما جنور را چی به خلق کرد. آخر همین گیجاش نمیتوانیم اگر تو خودت مسلمان بشی. بعد از علم فهمیدن، بعد از این درباره یقین دادن که همین چیزا ما باید باور کنیم، باور کردن دربارش گفتن قصه های پیامبران نقل کن، معنای اسلام فهمون، ایمان فهمون، پیامبران نماش ننویسونیم آموزون، دعوت پیامبران انانی تربیه است. فرزندت عالم نشود هم موحد میشود. فرزندت عالم نشود هم فرزندت مسلمان میشه. صوفی های تکتیکی تعلیم دادن فرزند چیل است. صوفی ها فرزند همین 5 ساله 6 ساله باشد کشاله کرده میبرد و حجره میگن، شیله میگن، شیله دنیا خونه به میپرسد. 100 روز 200 روز 1 سال 2 سال کرونا حس کردنش در زده کرونا از یاد میکروند. وای بچه وای کودک مهری پدر نمیبیند، مهری مادر نمیبیند، مهری هیچ کس نمیبیند، یک لباس توزیع ندیده، عذاب کشیده کرونا میخوند. 100 تا 200 تا کودک از درون 100 تا 200 تا کودک 2 تا 3 اگر نقص شود آینده 180 170 دیگرش ما چند مرتبه دیدیم که بیزار میشد. از پدر و مادر خودشان بیزار میشد، از استادشان بیزار میشد، از همین درس و مکتبشان بیزار میشد. کمتر کلانتر شود 15 16 ساله شود همه به رو کارت که میگد میبرد میره بینید رقص و بازی کرگشت. این خیلی درس نمیتیم و اهل سنت و جماعت کودک ها را ترمه به نمیگیرن. اهل سنت کودک ها به مهربانی پدر و مادر میاندازن، پدر و مادر مهربانیش میدهن. اهل سنت و جماعت پدر و مادرش همین کودکاشو مهربانی میکنن. ارکه میباشد مالش کودکش به کمتر همین بیچاره ها ارکگی کنند. همین من شما انا دیدم زندگی را همین کمتر همین خودسولیتند، کمتر همین پدر مادری به ارکگی نکنی این دنیا یگون دیگه آدم به ارکگی کردن نمیشد، یگون دیگه آدم تو مهربانی نمیکنه. به همون این دنیا اداش بهترین زندگی در پدر مادر که تو هم 8 ساله 10 سالگی کم کم بغلی پدر مادرت هم بوی مادرت بو میکردی، خطی مادرت میشیشتی، ارکگی میکردی، مهربانی میکرد، سرت سیله میکرد. همین بود زندگی. کی با این کار به چی کرد؟ همونی کودک یک مهربانی پدر مادرش بینه. بعد از این من این درس میتونم گفتم لطکوب نکنید فرزند رو. هر روز درس ندید فرزند رو. هر روز درس دادن فرزند رو به در جایی که همراه پهلوی خودتون به هست درست نیست. هر روز درس داده، هر روز زده، هر روز سخت نگیرید. یک درس تیه 3 روز 4 روز کار نداره، بازی کنه ایستاد
من اینا را درباره عالم شدن فرزندها گپ نزده ایستادم. شما خوب دقت بدید. اینجا دو نمودی درس دادن است با فرزندها. دو نمودی درس دادن است. یک نمودی درس دادن است فرزند مسلمان دارید، فرزندتون کافر نشود، فرزندتون موحد شود، فرزندتون مسلمان موحدی حقانی زندگی میکنه. این یک نمود. من درباره ان همین صحبت کرده شدم. یک نمود درس دادن است فرزندت علامه میکردنی، فرزندت عالم اسلام کردنی. این دیگه نمود درس داده میشه. من حاضر فرزندت عالم اسلام کردم به فلان جا برده پرتو گفته نمیتونم. امروز حالت مسلمان ها خیلی حالت وحناک است. در تاجیکستان مکتب نبر فرزندت کودت برده ترمه میکنه، فرزندت رقاصه میکنه، شب و روز اذیتت میکنه. در روسیه هم عینا همین، در اروپا هم عینا همین. ما انمی خیلی حالت هم چیکار میکنیم؟ انمی خیلی حالت ها به گفته شدیم که فرزندت یک هفته به یک بار گفتن 5 مینوت 10 مینوت چیزای حقانی گو کم 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 مسلمان کن، مسلمان عالم نه، مسلمان کن. اگر الله کمکش کند یک روز عالم میشه ایشون. آینده ایشون عالم میشه. بارک الله فیک. همین بود. یک نفر برادر اینجا نوشتن که و علیکم السلام و رحمت الله. یک